سلام، توی این ویدیو قراره یاد بگیریم که چطوری از چوب جنگلی سوت بسازیم. با دریل یک سوراخ ایجاد کنید. شاخه ضخیم‌تر را در یک گیره ببندید. یک سوراخ از طول شاخه دریل کنید. قبل از رسیدن به انتهای آن متوقف شوید. در انتهای سوراخ سوت پوست روی چوب را با چاقو بردارید. انتهای آن را صاف کنید. دهانی را گرد و صاف کنید. طبق عکس یک بریدگی ایجاد کنید. به طور مکرر چاقو را از سمت پایین به سمت بالا حرکت دهید. شاخه دوم را انتخاب کنید. قسمت انتهایی آن را بتراشید. لای روی چوب را از انتهای کوچکتری شاخه چوب تراشی کنید. حدود 3-4 اینچ معادل 19 میلیمتر را خالی بگذارید. انتهای کار شده شاخه کوچکتر را گرد کنید. یک طرف آن را صاف کنید. شاخه ها را فیت کنید. شاخه کوچکتر را به سمت بزرگتر بلغزانید. شاخه نازکتر را همتراز حفره چوب تراشی کنید. شکاف ها را پر کنید. از چسب برای پر کردن شکاف بین آنها استفاده کنید. اگر سوت کار نکرد منتظر بمانید تا چوب خشک شود. یک بار دیگه عکس ها و متن ها را از اول نگاه کنید تا اگه جایی از ویدیو رو متوجه نشدید براتون رفع اشکال بشه. امیدوارم به راحتی بتونی برای خودت یک سوت چوبی از دل چوب جنگلی بسازی.